مراسم فاتحه خوانی و نکوداشت از مقام والای استاد سید عباس حکیمی از پیشگامان جهاد و مبارزات عدالت‌خواهی در کابل برگزار شد. جمعی از مقام‌های عالی رتبه دولتی، شخصیت‌های علمی و جهادی، استادان دانشگاه، اعضای شورای ملی و شهروندان کابل در این مراسم شرکت داشتند. سخنرانان این مراسم از استاد حکیمی به عنوان عالم فرهیخته و شخصیت شاخص جهاد و مقاومت مردم افغانستان یاد نمودند. نجات دین و باورهای مذهبی از چنگ خرافه‌ها و انحرافات فکری و مبارزه با استبداد جبهه‌هایی بودند که به باور سخنرانان استاد حکیمی در آن مبارزه کرد، اما در جامعه افغانستان هنوز هم خرافه و واقعیت و انحرافات و حقایق فکری در هم آمیخته‌اند و هنوز هم استبداد بر مردم و جامعه کماکان حاکم است. به گفته سخنرانان، سوگواری و نکوداشت از مقام استاد حکیمی که با سرافرازی زندگی کرد و با عزت از دنیا رفت کافی نیست و برای تجلیل درست از مقام ایشان باید فکر، اندیشه و آرمان وی زنده نگه داشته شوند. با سرفرازی زندگی کرد و با سرفرازی و عزت از دنیا رفت. در شرایط دنیا رو ترک کرد که هیچ کس گفته نتوانست آقای حکیمی این مشکل رو داشت یا این ننگ رو داشت یا این لکه در سیمای زندگی آقای حکیمی بود. بعد ما امروز اگر میخواهیم از حکیمی تجلیل کنیم، اگر میخواهیم از حسین تجلیل کنیم، اگر میخواهیم از علی تجلیل کنیم، باید فکر اونها را، اندیشه اونها را، راه اونها را، آرمان اونها را زنده کنیم که با این حرکت خود رو هم نجات میدیم، ضمن این که با آرمانهای اونها صادقانه و مخلصانه تعهد سپرده ایم و بی‌وفایی نسبت به اونها نکرده ایم. متن وصیت‌نامه استاد حکیمی به فرزندانش نیز در مراسم ترحیم وی توسط یک از فرزندانش قرائت شد. استاد حکیمی در این وصیت‌نامه فرزندانش را به پایبندی به اصول و پایه‌های اعتقادی، احترام به حقوق دیگران، گردن نهادن به قوانین الهی برای رهایی از نابسامانی‌ها و آراستگی به ارزش‌های والای الهی توصیه کرده و آنها را به عدالت در زندگی فردی و اجتماعی سفارش کرده است. فرزندان من، با توجه به اینکه ما مسلمانیم باید دقیقاً به احکام اسلامی پایبند باشیم و از دایره مسائل شرعی بیرون نرویم. فرزندان من، اسلام روی حقوق مردم تاکید فراوان دارد، بنابراین باید سعی نمود تا حقوق مردم ضایع نگردد و در صورتی که ضرری بر آن برسد باید جبران شود. استاد حکیمی از چهره‌های تاثیرگذار در دوران جهاد و مقاومت بود و پس از سپری کردن یک دوره بیماری شدید به تاریخ 12 اکتبر سال جاری در کابل دار فانی را وداع گفت.